سلام عرض میکنم و سلام به تمام کسانی که این برنامه رو میشنون یا میبینن. به هر حال سوال خوبیه در رابطه با این روزها هم به زودی انقلاب بهمن 22 میاد پیش. بنابراین کم و بیش برگشت به اون زمان و گرفتن درس‌های از اون زمان در اوضاع کنونی میتونه کمک حال ما باشه. اگر من درست فهمیدم سوال شما رو، منظورتون اینه که در آستانه انقلاب یا در چگونه شد که یک همگرایی همه با همی در اوضاع سیاسی، در اپوزیسیون، در مخالفین با حکومت شاه و در مبارزات ضد امپریالیستی به وجود اومد. این یه مقدار سابقه طولانی داره، به اون دوران چند دهه قبل از انقلاب 57 مربوط هست. یعنی ما در این میشه گفت که در کل این قرن، در این قرن که 20 باشه، بعد از اینکه انقلاب سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی شروع شد ولی نتونست به انقلاب جهانی تبدیل بشه و حداقل در پیشبینی که میشد با آلمان و یا بعضی کشورهای دیگه، مجارستان، به پیوندن به اون انقلابی که در اکتبر صورت گرفته. خب انقلاب روسیه یا انقلاب بلشویکی در روسیه سر دوراهی قرار گرفت. صحیح که چگونه باید یک کشور عقب افتاده‌ای که فقط 13% نیروی کارگری بود و بقیهش نیروهای دهقانی بودن، این انقلاب سوسیالیستی به تنهایی ادامه بده. خب سر دوراهی قرار گرفته بودن، بالاخره تصمیم گرفتن بیخود قدرت رو به تزار یا به بورژوازی روسیه پس ندن، مقاومت کردن. به خصوص در همین هولوش بود که نیروهای امپریالیستی انگلیسی ها، 14 کشور سرمایه‌داری اون زمان حمله کردن، کمک کردن به نیروهای ارتجاعی داخل کشور، داخل روسیه. بنابراین جنگ داخلی به یک نوعی با همکاری 14 کشور خارجی شروع شد. بلشویک‌ها تونستن با بسیج کارگرها و بسیج نیروهای دهقانی طرفدار بلشویک‌ها برقرار این 14 کشور رو شکست بدن. ولی مسئله باقی بود، به خصوص اینکه از نظر بلشویک‌ها همه در جلو جبهه ها بودن. حتی اقتصاد روسیه هم در جریان جنگ بسیار ضعیف شده بود، هم با جنگ داخلی در حقیقت هیچ پیشرفتی در جهت سوسیالیزه کردن یا ارتقا و توسعه اقتصاد به وجود نیامده بود، بلکه در حقیقت در یک وضع نامساعدی قرار داشت. خب اینجا دو کار کرد، دو کار لنین در حقیقت انجام داد. یکی تقریبا برنامه نپ رو مطرح کرد که تلاش برای توسعه به طور کلی توسعه صورت بگیره که المن‌های سرمایه‌داری هم توش بود. یعنی از یه موضعی که اولیه داشتن که سوسیالیسم از همون شروع کنن، متوجه شدن که این امکان پذیر نیست، بلکه باید بعضی انحصارات تجارت با خارجی و گسترش اقتصاد داخلی، حالا با خرد بورژوازی یا با حرکت بازار بورژوازی ادامه بدن، رشد بدن. در سطح جهانی
اون مسئله انقلاب جهانی رو متوجه شدن که حالا که اروپا نیست، کشورهای جنوب یعنی کشورهای آسیا، آمریکا به خصوص آسیا و آفریقا، اینا میتونن کمک کنن که انقلاب جهانی علیه امپریالیسم و علیه سرمایه‌داری ادامه پیدا کنه. کنفرانس معروفی هست به نام کنفرانس باکو که لنین خودش از میگن که مشتاق برگزاری این بود و نقش مهمی رو به تحول اوضاع جهانی در نظر داشت توش وجود بیاد. در نتیجه این تز کنفرانس باکو در حقیقت این بود که حالا نوبت کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتینه که در این روند ضد امپریالیستی و گرایش سوسیالیستی در جهان شرکت بکنن. خب اینجا همه کشورهایی که بودن کیا بودن؟ کسایی بودن که زمینه‌های اجتماعیشون که پرولتاریا نیروی ضعیفی بود و انقلاب سوسیالیستی تو اونجا تقریبا ممکن نبود. در نتیجه صحبت از ایجاد یک انقلاب در این کشورها تحت رهبری طبقه کارگر، و وقتی صحبت از طبقه کارگر میکنیم اونجا با کومینترن در حقیقت مسئله نقش مهم بولشویکی رو در این کشورها، یعنی یک حزب کمونیستی که بتونه خط مشی سیاسی شو در میان نیروهای انقلابی به هژمون تبدیل کنه به عنوان خط مشی پرولتاریایی، این بتونه به پشتیبانی از انقلاب اتحاد جماهیر شوروی برخیزه و یک اتحاد سوسیالیستی و در این حال جنبش‌های آزادی بخش به وجود بیاد. این کنفرانس باکو از همونجا در همونجا دو تا نظریه موجود بود. یکی نظریه بود که به طور کلی پیشرفت آزادی بخش این کشورها صرف نظر از اینکه کی رهبری این جنبش باشه به پرولتاریا خدمت خواهد کرد. یک نظریه بود که این تا اندازه‌ای باید حتما در تحت رهبری خط مشی سیاسی پرولتاریا باشه. این خط مشی همچنان تا با امروز مسئله جنبش کمونیستی هست که در دوران به خصوص در دوران انقلابات پرولتاریایی در سطح جهانی و وقتی که هنوز امپریالیسم در سطح جهانی یک قدرت عظیم اقتصادی هست، اینجا به بعد یک تضاد وجود بیاد. در هر کشوری البته شرایط مشخصش موجوده، ولی به طور کلی خط مشی غالب شد که پرولتاریا رو همراه میکرد با بخشی از بورژوازی ملی یا خرده بورژوازی، بستگی به رشد سیاسی این دو نیرو خرده بورژوازی و بورژوازی داشت، و اتحاد اونها برای مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه‌داری های کمپرادور یا نیمه فودال نیمه مستعمره. خب در ایران ما هم این تز به خصوص با توجه به انقلاب مشروطیت که بگیرون بورژوازی یا خرده بورژوازی ایران علیه نظام ارباب رعیتی قیام کرده بود و نقش سیاسی در تحولات انقلاب مشروطیت داشت، زمینه بود. با اینکه نیروهای چپی هم در همون سوسیال دموکراسی اون زمان، اجتماعیون، عامیون شرکت داشتن و حتی صحبت از اینه که حیدر اماقلی مثلا میدونیم که رهبران مسلح، رهبران نظامی انقلاب مشروطیت، ستارخان، باقرخان، ستارخان به سر حیدر اماقلی قسم میخورد، انقدر نزدیک بودن و
کمیته‌های غیبی که بیشتر چپ‌ها بودن، سوسیال دموکرات‌ها اونجا شرکت داشتن، نفوذ داشتن در انقلاب، در حداقل در رشد اون بخشی که تونست دوباره به اصطلاح انقلاب مشروطیت باز پس کرد بعد از کودتای که محمد انشا کرده بود و تو مجلس رو به طول بسته. به هر حال اینجا ما این دوگانگی رو میبینیم که چگونه روند محل مناسبات بین بورژوازی یا خرد بورژوازی و جریان چپ کمونیستی از اینجا شکل میگیره. در قضیه جنبش جنگل و استقرار جمهوری سوسیالیستی در ایران همونجا میبینیم که حزب کمونیست وارد یک اتحادی با میرزا کوچیکان که جریان اسلامی ملی بود میشه، تا اندازه موفقیت به دست میارن، میتونن نیروهای انگلیسی رو از شمار بیرون کنن، ولی به خاطر اختلافاتی که به وجود میاد گفته میشه که دو جناح در حزب کمونیست بوده، دو تا خط. یکی نظرش این بوده که بدون میرزا کوچیکان خودش مستقل بره تهران رو بگیره، که یکی این خط بوده. یکی خط دیگه که همکاری با میرزا کوچیکان رو توضیح میداده و که حیدر مغلی در رأسش بوده. ولی میبینیم که این هر دوی این جریانات به هر حال هم قشونکشی و تسخیر تهران، هم این که حفظ وضع محدود به اصطلاح سوسیالیستی ایران، هر دو با شکست روبرو میشن. یکی از دلایل شکست، حالا هر چیز زمینه‌های نامساعد خودش بوده، ولی همین ناروشنی و جدالی بوده که در میان خود نیروهای چپ در رابطه با برخورد با میرزا کوچیکان موجود بوده. اما پس از شکست این باز هنوز حزب کمونیست اونجا موجود بوده. حزب کمونیست بالاخره بازم اونجا ارزیابی از رضا شاه بعد از رسیدن به قدرت که آیا این یک جریان ملی است و حزب کمونیست با این باید چگونه کنه، برخورد دوگانه داشته باشه یا باید علیهش مبارزه میکنه. این هم یکی از مسائل مورد اختلاف بوده در درون حزب کمونیست. میخوام بگم در جریان چپ همچنان این مبارزه که چگونه باید به نیروهای بینابینی مثل اسلامی ها، مثل ملی اسلامی ها یا اصلا مثل ملی ها که اینا در سیاست ایران همیشه فعال بودن برخورد بشه، اختلاف نظر موجود بوده. هم در سطح جهانی بوده، هم در سطح داخلی کشورمون. در سطح جهانی منظورم در همین کومینترن اختلاف نظر بوده، تو جریان چپ هم اختلاف نظر بوده. ولی این دورانی که ما داریم میخوایم صحبت کنیم با اشاره به این زمینه مورد بحث، جنبش های آزادی بخش در سراسر جهان، به خصوص بعد از شکست فرانسه در سال 54 از ویتنامیا و اوجگیری جنبش های به اصطلاح آزادی بخش در سراسر جهان بعد از انقلاب چین، یک اینجور وضعی به وجود میاد که هم در آفریقا، هم در آسیا و هم در آمریکای لاتین جنبش‌های ضد استعماری، ضد امپریالیستی گسترش پیدا می‌کنند. اکثر این جاها خرد بورژوازی با کمونیستا و چپ‌ها همکاری دارن با هم. صحیح. بعد حزب کمونیست چین هم بعد از پیروزی یک جنبش در سطح جهانی، جنبش بی‌طرف‌ها رو بین دو قطب، یعنی جنبش
دو قطبی که موجود بود، جنبش یعنی سوسیالیستی در مقابل اردوگاه سرمایه‌داری، یک خط سومی هم به وجود میاد، کشورهای به اصطلاح غیر متحد. خب میایم اینجا در سطح جهانی. حزب کمونیست چین یک استراتژی جهانی رو در همون دهه که به انقلاب 57 میرسه توضیح میده، به نام ختمش سه جهانی معروف شد. سه جهانی یعنی اینکه بعد از به وجود اومدن رویزیونیسم در شوروی و جدال ایدئولوژیکی که بین چین و حزب کمونیست چین و حزب کمونیست شوروی به وجود اومده بود، حزب کمونیست چین تلاشش رو میکنه که در کشورهای غیر متحد، یعنی جاهایی که هنوز جنبش‌های آزادی بخش است، خودش رو هم‌هویت با این جریان بکنه، خودش رو اعلام بکنه یک کشور غیر توسعه یافته است. کم و بیش درست حزب کمونیست اومده سر کار، ولی از نظر اجتماعی و تاریخی جزئی از این کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین محسوب میشه. بنابراین در سیاست خارجی غیر از متحد شدن با کمونیستا، متحد شدن با احزاب ملی رو تشویق و ترویج میکنه. تجربه چین یه تجربه موفقیتی در دوره سون یاتسن بوده که یک با کمک کومینترن در حقیقت یک ختمش اتحاد سه نیرو رو به وحدت میرسن که نیروی بورژوازی چین، یعنی سونیا به رهبری سون یاتسن، حزب کومینتان، حزب ملی چین که در یه دوره هم قدرت کامل رو به دست میگیره، این اصل اساسی رو که در انقلاب که صورت میگیره حزب کمونیست متحد نیروهای ملی هست، به تصویب میرسه. ولی خب این بعد از مرگ سون یاتسن به هم میخوره و چانگ کایچک در حقیقت یک سرکوب کامل در شانگهای، در شهرهای بزرگ از کارگرها و حزب کمونیستان میکنه که تعداد کشته شدن در حقیقت طبق ارزیابی ماوستون تا 80% نیروهای کمونیستی توسط چانگ کایچک نابود میشن یا زندانی میشن یا کشته میشن. از جمله زن اول چه ماوستون هم در شانگهای کشته میشه، صحیح، بچه هاش هم ویلون میشن. این یه سابقه ای به وجود میاره که ماوستون جنبندی میکنه که به بورژوازی که هژمونی طلب است و میخواد کمونیستا رو اجازه نمیده که سر کار بیان، در حقیقت باید برخورد دوگانه داشت و در مقابل اون ها باید طبق شرایط مشخص عمل. خب حالا ما میایم در این دوره از سال 1945 بعد از جنگ بین المللی دوم اصولاً کومینترن رو این خط عمل میکنه. به خاطر ضعف کشور شوروی تأکید میکنه که کمونیست‌های جهان باید با نیروهای بینابینی، بورژوازی ملی در این کشورها همراهی کنند، با هم همسو کنند و تدریجاً به این نتیجه میرسن گرفتن قدرت سیاسی توسط کمونیست‌ها تو این کشورها نمیتونه صورت بگیره. یعنی ارزیابی به نظر میرسه یک ارزیابی بدبینانه ای از اوضاع و قدرت کمونیست‌ها میکنن تو این زمینه، یا اینکه پربها دادن به قدرت بمب. اون زمان بمب اتم هم در هیروشیما به کار برده بودن. ترامپ آمریکا هیئت حاکمش تهدید اتمی به روسیه داده بود و به هم دلیل این سیاست در پیش گرفته شد. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم همه
احزاب کمونیست که خیلی در جنگ‌های مقاومت از جمله فرانسه و ایتالیا و یونان، اینها سه تا کشوری هستند که نیروی مسلح بسیار قوی رو به وجود آورده بودن. اینها بنا به پیشنهاد کمینترن وارد ائتلاف با بورژوازی کشورهای خودشون شدن که نتیجهش هم بعد میبینیم چجوریه. تنها دو کشور یه نوعی تونستن خودشون نشان بدن. یکی اول کشور یوگسلاویه که تیتو نیروی مسلح بود، به حرف استالین گوش نداد و قدرت سیاسی رو در اونجا مستقیما حزب کمونیست یوگسلاوی با چیز گرفت، سوار شد و خودش هم برای سالهای طولانی پرزیدنت کشور یوگسلاوی بود. کار نداریم، یه خط سومی رو البته در پیش گرفتن یوگسلاوی. آلمانی این کار رو کردن و کمونیستا تونستن، حزب کار آلبانی در حقیقت تونست قدرت سیاسی رو در آلبانی، کشور کوچکی، به دست بیاره. ولی بقیه کشورهای اروپایی که در حقیقت هم پیشرفته تر از یوگسلاوی از نظر صنعتی بودن، هم احزابشون لبریز از پرولتاریا بود، هم در یونان، هم در فرانسه، هم در ایتالیا، و دارای در انتخابات هم احزاب کمونیستی تا 40-50% رأی می آوردن. اینا بنا به پیروی از خط مشی مسکو در حقیقت وارد یک نوع ائتلافات شدن که بعدها کلا سرشون رفت. هر سه کشور بورژوازی تونست و مذهب جریانات مسیحی تونستن بیان و قدرت رو بگیرن و تدریجاً تغییراتی هم در احزاب همین کشورها به وجود اومد که همون معروف یورو کمونیسم هست. ویژگی های کمونیسم تا جایی رفت که اصول زیر پا گذاشته شده بود. بنابراین اونجاها شکست خوردن. در آسیا میان همه احزاب جنوب آسیا در حقیقت درست تصمیم گرفتن، از جمله حزب کمونیست چین. در رأسش مائو تونگ یک مقاله داره، خیالات باهی را در دور اندازیم. یعنی بعد از اینکه ژاپن شکست میخوره، یعنی مسکو نظرش اینه که حزب کمونیست با کمینترن کنار بیاد، ولی در اینجا حزب کمونیست چین مستقل از مسکو تصمیم میگیره نه ادامه بده و شرایط رو برای به دست گرفتن قدرت موجوده و میگه به بورژوازی چیانگ کایچک یک بار اطمینان کردیم، قتل عام ما رو کرد، این بار نمیشه. با توجه به نیروی مسلحی هم که پشتش آمریکایی‌ها وایساده بودن و سازش هم ژاپن شکست خوردن از این جناح چیانگ کایچک دیگه پشتیبانی میکرد. بنابراین ما اینجا میبینیم که در عرض 4 سال از 45 تا 49 حزب کمونیست توانایی پیدا میکنه که تمام چین رو آزاد بکنه، جز تایوان که اونم با کمک ناوگانهای آمریکایی این چیانگ کایچک فرار کرد با نیروهای باقی ماندهش به تایوان. بقیه چین آزاد شد. خب حالا ما اینجا جنگ ویتنام رو داریم، جنگ های آزادی بخش در آسیا داریم. همه اینجا دوباره این وحدت ضد امپریالیستی گسترش پیدا میکنه. در دههای 60 به بعد، صحیح 60 که میگم دهه 60 یعنی دهه 40 به بعد در زبان شمسی و دهه 60 به بعد در میلادی. بنابراین اینجا ما یه جو همکاری با بورژوازی، برخورد دوگانه با بورژوازی رو جزئی از برنامه‌های اکثر احزاب کمونیستی هست. همراه با این ریویزیونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، در حزب کمونیست و مسئله 3 مسالمت آمیز خروشچوف مطرح میشه که باز هم اکثر احزاب ریویزیونیستی
راه مسالمت آمیز رو در پیش میگیرن و توی این راه مسالمت آمیز باز متحد شدن با خرده برجوازی کشورهای توسعه نیافته مطرح میشه. با توجه به این گذشته است که در حقیقت در آستانه 56-57 مسئله همکاری چپ همراه با جریانات اسلامی و جریانات ملی چیز پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه. از نظر نوشتاری اکثر این احزاب جمله ما که تو جریان بودیم استقلال پرولتاریا رو در همه نوشته‌ها دیده میشه، ولی در زمینه تاکتیکی به یک اپورتونیسم راست کشیده میشه که مثال زدم این گذشته‌ای که از میان دو تا خط که خط مستقل پرولتاریا تا یا همکاری با برجوازی، به خصوص در کشور ما که برجوازی تونسته بود در حقیقت خرده برجوازی در حقیقت یعنی خمینی تونسته بود در عرض یه مدت کوتاهی از این آزادی که دوره شاه برای جنبش اسلامی به وجود آورده بود و از 5000 بعد از کودتای 28 مرداد 5000 مسجد در حقیقت در آستانه انقلاب 50 35,000 مسجد ساخته شده بود. مدارس علوی در سراسر ایران وجود اومده بود. حوزه‌های مختلف مذهبی بنا به یک گزارش نیویورک تایمز 180,000 حوزه مذهبی در ایران در آستانه انقلاب بود. بنابراین در چنین شرایطی یک نیروی عظیم من میتونم بگم خرده برجوازی پشتیبانیش توده های وسیع مذهبی مردم و نظرات خمینی به عنوان یک رهبر موجود بود. بنابراین چپ در چنین جو تاریخی دچار همین انحراف میشه. فکر میکنم به طور کلی یک انحراف ریویژنیستی بود که ثمرش هم بعد منفی متوجه شدیم که اون همه چپ این لطمه رو خورد. بنابراین به نظر من میرسه که از این منظر میشه گفت هم زمینه تاریخی در ایران برای همکاری با خرده برجوازی موجود بود، هم در سطح جهانی این گرایش موجود بود و هم در اون زمان ریویژنیسم شوروی در خط سازش با به یک نوعی با حکومت جدید ضد استعماری به اصطلاح. حرفای خمینی هم در مبارزه با دیکتاتوری شاه و در مبارزه با امپریالیسم که به اصطلاح تحت عنوان غربی زدگی بود، همه اینا دست به دست هم دادن که برای این اشتباه تاریخی صورت بگیره. سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. در ادامه در حقیقت اون بحث نسبتاً هم مفصل شد واقعا در رابطه با تاریخ این گذشته حل مناسبات بین برجوازی و چپا. ببینید اگر توجه کنیم مبارزه طبقاتی طبق این جنبندی که داهیانه مارکس از تاریخ تحولات جهان از زمانی که طبقات و
جامعه طبقاتی وجود اومده، موتور تحول رو، موتور حل مناسبات رو بین مبارزه بین طبقات قرار داده. و مهمتر از این مبارزه طبقاتی هم قبلا شناخته شده بود از نظرهای دیگران، ولی اون چی که مارکس روش انگشت گذاشت این بود که این مبارزه طبقاتی نیروی به اصطلاح تکان دهنده، تغییر دهنده در جامعه است و این یک طبقه دیگر رو وقتی شرایط اجتماعی و تولید به وجود میسر میشه برمیاندازه، نظام و شیوه تولید خود رو جای اون میگذاره. بنابراین خیلی تعجب آور نیست که خمینی کمونیستا رو سرکوب بکنه، برای که اینا دو جهانبینی متفاوت، دو شیوه تفکر متفاوت، دو نیروی مادی اجتماعی متفاوت رو در برابر هم قرار داده بودند. علت اساسی که این تضاد به تضاد آنتاگونیستی تبدیل میشه این ارزیابی بود. از قدیم البته بود. وقتی نگاه میکنید در ایران مثلا کودتای 28 مرداد در ارزیابی از اینه که انگلیس ها ارزیابی میکنن که طبقه کارگری ایران و حزب توده به قدری نفوذ پیدا کرده که ممکنه شاه رو براندازه و جاش حکومت دموکراتیک کمونیستی مثل کشورهای دیگه به وجود بیاد. حداقل شاید در این زمینه ارزیابی موجوده، ولی به هر حال میگن که کودتای 28 مرداد رو هنگامی آیزنهاور قبول کرد که قانعش، که نخست وزیر انگلیس قانعش کرد که احتمال کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و حزب توده در ایران میسر است و همین دلیل کودتا کردن و دست به سرکوب کمونیستا زدن و حزب توده، افسرها حزب توده اعدام کردن، رهبرای حزب توده مجبور شدن به خارج برن. بنابراین اینجا ما سابقه نه تنها دوره میرزا کوچک خان، نه تنها دوره رضا شاه رو داریم که سرکوب طبقه کارگر و کمونیستا درش بوده، 28 مرداد رو داریم این تجربه. و فراموش نکنیم در این جریان ابوالقاسم کاشانی، یک آیت الله مذهبی، حتی صحبت میکنن که جزء فدایان اسلام بوده، مکتب فدایان اسلام قبول داشته که یک فدایان اسلام در حقیقت یک جریان تولید شدنده توسط انگلیس ها بوده در مصر. بنابراین ما اونجا سابقه چنین جدال تاریخی رو بین نمایندگان بورژوازی گرایش ملی یا گرایش اسلامی در گذشته داشتیم همیشه در ایران. خب اینجا صحبت‌های مختلف هست. اولین مسئله اینه که یک صحبتی هست که مستند شده در این زمینه که پروفسور کاتون، یک به اصطلاح دانشجوی ایران شناسی از طرف CIA بوده، در دانشگاه درس میداده، کتاب‌های مختلف راجع به گرایش ملی در ایران و ناسیونالیسم در ایران رو نوشته به انگلیسی، حتی ترجمه هم شده بوده به فارسی. این پروفسور کاتون در هنگامی که خمینی به فرانسه میاد، اون 3 ماهه اونجا بوده، تمام زمانا اینجا حتی با خمینی ارتباط داشته. پروفسور کاتون اون زمان شناخته نشده بود به عنوان عضو CIA. اون زمان کتابش چون که دفاع کرده بود از مصدق و از جریانات ملی در ایران، دوست نزدیک جریاناتی مثل ملی جبهه ملی یا جبهه ملی اسلامی ها بود، با اونا رفت آمد داشت.
به دعوت اون کسایی که دور خمینی جمع شده بودن میاد در پاریس و مصاحبه‌های نزدیکی با خمینی میکنه که احتمالاً همین جوانای اسلامی که جزء اعضای کنفدراسیون بودن یا کنفدراسیون دانشجویی بودن این مصاحبه رو برقرار میکنن. در اونجا طیف صحبت‌هایی که میشه و برای اون گروه خیلی مهم بوده که آمریکا پشتیبانیشو از شاه برداره و پشتیبانی از جنبش اسلامی بکنه، این تعهد داده میشه صحیح که ما حتما برای که مسئله آمریکایی‌ها این هرج و مرجی که در ایران و جنبشی که در ایران بوده و ترسشون، اصلا گواتلوپ هم به همین دلیل تصمیم میگیره که از خمینی پشتیبانی بکنه که احتمال گرایش این جنبش‌های توده‌ای به چپ رو ارزیابی میکنن. البته همه ما همون زمان تا 2-3 ماه قبل از جریان خمینی که اسلامی شد جنبش توده‌ای، در حقیقت یا جنبش به اصطلاح جبهه ملی نقشی داشت در اونجا، یا جنبش های چپا که سازمان چریکا بودن، مجاهدین هم خودشون جز چپا حساب میکردن، همراهی با اونا رو، به خصوص حزب توده، همه اینا فعالیت های مستقل چپ رو تو این زمان داشتن. در نتیجه این خطر احساس میشد توسط غربی ها که کمونیستان نیان در ایران سر کار. بنابراین پشتیبانی از خمینی رو در پیش گرفتن، ولی برای اینکه مسالمت آمیز و این اتفاقی که افتاد در حقیقت به یک نوعی بورژوازی ایران تلاش کرد که همون سیستم دولتی رو نگه داره، همون ارتش رو نگه داره و فقط هیئت حاکمه اداری نظامی آمریکا به اصطلاح شاهنشاهی عوض بشه و جاش این جنبش اسلامی بگیره که میدونیم این انجام شد. در حقیقت با فشار نماینده آمریکا CIA در حقیقت ارتش ایران بی‌طرف اعلام شد و اون نمایش اصلیش این بود که نیروی هوایی ایران که اساساً دست برده آمریکایی‌ها بود، اولین کسانی بودند که رفتن به درگاه خمینی و به اصطلاح تبعیت خودشون رو نشون دادن. بنابراین این مسئله اصلی که اتفاق افتاد این که جناحی اومد سر کار خمینی که اومد با اینکه در صحبتاش در پاریس گفته بود مارکسیستا آزادی دارن و این حتی گفتن این که مارکسیستا آزادی دارن نشانه این بود که قدرت چپا در اون زمان خیلی زیاد هست. شما فراموش نکنید که اولین میتینگ های چپا که شاعران و نویسندگان در مؤسسه گوته، یعنی یک مؤسسه فرهنگی آلمان، شب‌های داشت که از همه هست، میتونین فیلماشون هم نگاه کنین، هزارها نفر در این جلسات شرکت میکردن. کسایی که تو این جریانات بودن یکی مثل شاملو، مثل خیلی همه نیروهای چپ بودن. در حقیقت روشنفکرای ایران اون زمان یک گرایش کاملا چپی رو نشون میدادن. یعنی یک جریان چپ به عنوان یک آلترناتیو خودشو در میدان نگاه کرده بود. غیر از این که آخرین تحولی که صورت گرفت که تونست در حقیقت کمر حکومت شاه رو بشکنه، اعتصاب سراسری کارگران در خوزستان، به خصوص در شرکت نفت، جاهای شرکت نفت بود که رهبری این جنبش ها رو چپ‌ها تشکیل میدادن و کارگرایی بودن که مستقل بودن. بنابراین این شرایط اولیه‌ای در ذهن بورژوازی که همیشه ضد کمونیست بوده، همیشه همکاری کرده با نیروهای امپریالیستی در خارج،
توهم داشته که میتونه یک نوع سازشی وجود بیاد که اینا رو به قدرت برسونه. ما میبینیم که اول انقلاب توسط مهندس بازرگان، این نیروهایی که مثل طالقانی اینا که اینا صحبت کارگران هم میکردن و همکاری با چپ و قبول داشتن، اینا میان جلو و یک چنین چیز از جمله اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی که بنی صدر باشه که سابقه همکاری با کنفدراسیون و نیروهای چپ در گذشته داشته، بنابراین اینا رو حالا آیا آگاهانه بوده یا نبوده، ولی حکومت جدید، قدرت خمینی جدید اینا رو جلو میندازن. حکومت موقتی بازرگان میشه که معتقد به آزادی بیان هست، صحیح رفته زندانی دوره شاه بوده و تو زندانها با نیروهای چپ هم نشست و برخاست داشته. بنابراین یه شرایطی رو اینها با تاکتیک در حقیقت میتونیم بگیم اگر همه چیز با برنامه بوده باشه میارن جلو که نیروهای چپ هم این توهم درشون وجود میاد که یک دوره دوگانه، حکومت دوگانه ای ادامه خواهد کرد، یعنی باید وارد یک مناسبات دوگانه ای بشن. خب البته همه چپ یک چنین ارزیابی رو نداشتن. من میتونم بگم حزب توده یک چنین ارزیابی رو داشت که مبارزه ضد امپریالیستی رو تقویت کنه و زمینه ها رو برای رشد جنبش چپ از نظر حزب توده اون زمان نظرش این بود که هژمونی داره در جنبش چپ. صحیح اگر شما به جلساتی که کیانوری تشکیل میداد توجه کنین از یک چنین مقامی صحبت میکنه و بعضی نیروهای دیگر چپ هم که از چریکا بریده بودن، اکثریت امروز معروف هستن، با این جریان همکاری میکردن، در شوهای تلویزیونی با بهشتی شرکت کردن. گرایش تروتسکیستی هم همین زمینه رو برای همکاری داشت. صحیح ما هم در یک دوره کوتاهی چنین توهمی داشتیم که احتمال تکامل اوضاع برای یک حکومت دموکراتیکی موجوده و به همین دلیل مبارزه خودمون رو علیه انحصار طلبان و پشتیبانی از جناح بنی صدر گذاشته بودیم. یک چنین مناسباتی رو می‌خواستیم حل کنیم، در حالی که به هر حال خمینی هم یه موضع دوگانه ای رو از همون نیوشاتل گرفته بود، هم به میخ میکوبید هم به سندان. یعنی عملا از رئیس جمهوری بین جناح سرسخت کاندیدای انتخابات از بنی صدر پشتیبانی کرد، در حالی که حزب جمهوری اسلامی هم آیت رو گذاشته بود اینجا که کاندید در مقابل بنی صدر باشه. بنابراین یه جوی هم موجود بود که این توهم رو گسترش داده بود که هنوز کی بر کی کاملا چیز نشده، روشن نشده. من هنوز فکر میکنم که احتمال اینور اونوری هم بود. حالا فکر میکنم این فاکتور دست زدن به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی که همه امروز هم مطرحه، یعنی الان هم تو اوضاع سیاسی آیا این تاکتیک، هنوز کسانی هستن که میگن از کردستان شروع کنیم، از بلوچستان شروع کنیم، کار تروریستی شهری رو گسترش بدیم و این نیرو آور آگاهی میده، توده ها میان پشتش و مسائل رو به نفع خودش اونا حل میکنن. یعنی همون شیوهی که امروز مطرحه که به احتمال قوی اگر بحران ایران گسترش پیدا کنه خیلی 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 جدی به عنوان یک راه حل این نیروها که الان در پشت مرزها تمرین میبینن، زمینه سازی میکنن برای یک چنین مبارزه‌ای، بازم مطرح است. اونجا در اون دوران هم
خیلی وسیع‌تر از این زمان، برای که هرج و مرج در ایران موجود بود. حکومت هنوز قدرت کامل خودشو نگرفته، هنوز سازمان سپاه پاسداران خودشو نداشت، هنوز حتی سازمان امنیتی رو به وجود نیاورده بود. تازه داشت افسرهای قدیم ساواک رو جمع جور میکرد که بتونه نیروی دستگاه امنیتیشو به وجود بیاره. بنابراین امکان این بود که مثلا بنی صدر پیروز بشه. اینجوری نبود که، برای که 11 میلیون اون زمان رأی آورده بود و در سراسر ایران دارای نفوذ اجتماعی بود، حرفای دموکراتیک میزد صحیح. ولی خمینی تمام قدرت خودش رو به سوی، یعنی میدونید که جنگ صدام حسین شرایطی رو وجود آورد که محیط سیاسی رو تنگ کرد و سرکوب شروع شد و بقیه مسائل هم که ما می‌بینیم که چجوری است. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، اینی که این مبارزه طبقاتی رو، یعنی طبقه کارگر رو، اگر معیار در سنجش اوضاع، در سفارایی نیروها همیشه به کار ببریم، به نظر من میرسه که خیلی زمینه به وجود میاد که کمتر طرفداران طبقه کارگر دچار این توهم بشن که بورژوازی در دورانی که ما زندگی میکنیم که فقط نجات بشریت در طریق یک انقلاب سوسیالیستی صورت میگیره، میتونه صورت بگیره. در کشورهایی مثل ما که امپریالیسم و استعمار نفوذ خیلی طولانی داشته، شما فراموش نکنید که توی سفارتخانه آمریکا 4,000 از اون وقتی ریختن به اونجا 4,000 نفر از نخبگان ایران رفت آمد با سفارت آمریکا داشتن. بنابراین یعنی چی؟ یعنی یه گرایشی نسبت به امپریالیسم داشتن، نسبت به توهم، نسبت به فرهنگ بورژوازی داشتن. بنابراین خود به خود نیروی بورژوازی ایران یا خرده بورژوازی سیاسی ایران هم امروز هم میبینیم به اصطلاح رو به آمریکا، رو به سرمایه جهانی، رو به غرب داره و اون زمان هم داشته و اینا. بنابراین ضد کمونیست هستن، ضد جنبش کارگری هستن. این یک مسئله کلیدی است که در شرایطی طبقه کارگر، حزب سیاسیش میتونه با نیروهای آگاه ملی مذهبی دیگر همکاری بکنه که هژمونی خط سیاسی داشته باشه، پایه‌ای توده‌ای داشته باشه، نیروی مسلح خودشو داشته باشه که 100% به تزلزل‌های و در این حال ضد کمونیستی گرایش سرمایه‌داری که اینا نمایندگیشون رو در تاریخ همین 100 ساله گذشته میکنن، وقتی خیانت میکنن، خدعه میکنن، بتونه با زور، با نیروی توده ها، با نیروی طبقه کارگر در مقابلشون بیسته. البته نظر من این است که شرایط دنیا هرچه جلو میره، این شرایط در کشور ما به نفع پرولتاریا، به نفع طبقه کارگر بیشتر روشن‌تر میشه، چون که ما یه تجربه 45 ساله یک حکومت خوداگر رو داریم که در پاریس صحبت از هم مثلا آزادی بیان، آزادی تشکل میکنه، صحبت از این میکنه منم خودم یک کارگرم، صحبت از این میکنه که مارکسیستا میتونن آزاد باشن، ولی در عمل همه پیش چشم همه روشنه که چه به سر کمونیستا آوردن. صحیح، کمونیستایی که اساساً شناخته شده بودن، آشنا بودن که اینا سالها قلم به دست بودن، سالها نوشته بودن، بهشون میگن مسلمونی یا مسلمون نیستی. اون لبخند میزنه اون رفیق ما، میگه که خب میدونی که من کمونیستم، میگن اعدام. شما در نظر بگید چنین جنایتی. صحیح، جز این صهیونیست‌ها که این روزها سابقه‌شون رو در غزه میبینیم، در رابطه با مردم
فلسطین هیچ جا تو این تاریخ گذشته این نوع قتل عامی در دهه 60 صورت گرفت اتفاق نیفتاده. بنابراین الان آگاهانه ما دنبال این تجربه تاریخی رو باید در نظر بگیریم، به صف مستقل طبقه کارگر و به اتحاد بزرگ سراسری کمونیستا، سوسیالیستا، تمام نیروهای چپ باید اطمینان کنیم این راه هست. هیچ راه دیگری، سازشی در مقابل بورژوازی و خرد بورژوازی که نیروی خیلی متشکلی الان هستن نداشته باشیم. درست راه سختی است، راه بغرنجی است، ولی این نتیجه میده، همطور که در چین و در روسیه نتیجه داد. البته ما این توشه تجربه اون دو انقلاب بزرگ، انقلابات دیگر، امروز طبقه کارگر ایران با درایت‌تر عمل میکنه و نیروی خیلی وسیع‌تری رو تشکیل میده، حتی از نظر کمیت. ممنونم از شما. porterà lontano, penso alle lotte disperate e sogno una vicina libertà. Avrò fiato in cuore ed il compagno che mi ascolta canti con me la libertà. Sopra questa terra amata suona il mio passo come un gran tamburo, ritmo di gioia e libertà. Tocco la sospirata libertà.